و وظیفه شما آقای اسکندری که میدونم زحمت هم کشین این چهره‌ها معرفی بشن. گل حیدر اومدن وسط زمین، بچه‌ها هم گفتن گل حیدر. تا الان در کنار دانش آموزا تو جو مدرسه خارج نشدی. میتونستم مسئول تربیت بدنی بشم. یاد آقای قنبریان بخیر، خیلی اصرار میکردن و برادر عزیز، ولی ما همیشه دوست داشتم معلم باشم. به نظرتون یه معلم، مخصوصا معلم ورزش، چطور میتونه تاثیرگذار باشه روی تصمیم گیری هایی که دانش آموز میخواد انجام بده؟ آقای آیین پرست تو مدرسه شیخیان شما اگر تشریف برده باشین، یه مدرسه هم فضای ورزشی هم نداره، ولی آقای اسکندر تمام تیمای والیبال ما، هندبال ما اونجا شکل میگیره. حاضرون با این همه استعداد، یعنی میتونه یه نفر دیگه مثل مهدی لیموچی داشته باشه تو لیگ برتر. مربی تیم ملی میگه که بیا پازرون برای استعدادیابی. ما اگر از اون سالی اومدن طرف ما بالای 6 7 مثل آقای ابراهیمی و امثال لیموچی تا لیموچی بالتر داشته. نشونه اینه که استعدادها خوابیده یا اینکه ما خوابیم. آقای فرماندار، معاون فرماندار، شهردار، اینا یه مجتمعی هستند، یه مجموعه هستند. درست. بیان دور اینا بگیرن، علاقمندی نشون بدن، مطمئناً که لیموچی ما یکی هستند. 10 تا 15 تا لیموچی با امید خدا تو آینده نزدیک ارائه میدیم به دیگه. بله الان مشکل داره. الان خدا یک راننده‌اش که ما اینا بریم میرزیم دور. چه رو اردن اینجا پهن کردن توی کلان بچه‌ها که میرن راه میرن، یا شل میشه یا خاک میشه بره تو هر ورزش کنه. خب این مشکل از کجا بوده؟ حالا یه خوردی داغ شدن به تا بیشتر حرف دلم بزنم. ما به قولن استخر نداریم. استخر هست تا بسه. اون بچه‌م خودش ناجی اینجانه. درست. هم ناجی هم مربی ان. به خدا الان کار میگردن. این تعامله هست الان. خب آقا الان هیچ اصول تربیت بدنی بلد نیست. میاد ما سوال میکنه. اینه که گفتگو کنیم، بشینیم صحبت کنیم، نقد کنیم و برسیم به جایی که شهر رشد کنه. امیدوارم به اون دوستامون هم بر نخورده باشه. خدای نخواسته ما نظرم توهین به هیچ کس نیست.